اینک فضای ادامه، لحظه های متمتن پهلوانان، فرصت خیلی حساس هم فرا رسید و ما با رقابت های مرحله خیلی نهایی مسابقات در روز دوم چمپیونات مملکت آید به جودو توجه میکنیم و محمد عبدالجلیل زاده پهلوانان موفق وزن تا 81 کیلو را استقبال میگیریم. سیفالدین زاده سیفالدین و محمد عبدالجلیلوف پهلوانانی که واقعا در میان 35 نفر مدعی این وزن بهترین بودند و تا با این مرحله زحمت های بیشتری را هم پشت سر کردند. در یک دور هر دو آزاد بودند و 1 2 3 4 رقابتی انفرادی خیش را هم در زیرگروه های خود با موفقانه انجام دادند. سیفالدین زاده چهره نو است، پهلوانی که باری اول در میان بزرگ سالان به مرحله نهایی چمپیونات تاجیکستان راه یافت و باز هم رشد سلاله مکتب همیشگی جودو در ولایت سوخت و استاپیر و کامرانشاه استاپیریان این همان افرادی که تربیه چهره های منور جودوی کشور را گرفته است و امروز هم ارزنده بودن خود را در میدان نشان داد. و محمد عبدالجلیلوف هم این چهره از سلاله پهلوانان است و الان در میان جوانان که در رده‌بندی و همچنین در چمپیونات کشور هم نفوذ و موقع اول را کسب کرده بود سال پار، امسال هم به مرحله نهایی راه خط گرفت در وزن تا 81 کیلو و با حق نظر رو برای مکافات عالی شاجایزه در دایره همان مسابقات بین المللی گشتینگیری هم در نوروزگاه پایتخت نیرو سنجید و در قهرمانی آسیا هم برنده مدال نقره در شهر بیروت لبنان بود که این تاریخ رو ما هرگز فراموش نمیکنیم که دو پهلوانی تاجیک با مرحله نهایی راه یافته بودند. انا همین صحیفه ها آهسته آهسته کار را در روند تقویت هنر پهلوان جانا کرد و هر دو فکر میکنم ارزندند. الان هیجان و احساسات زیادی فرا گرفته اندک پشت سر شد و پهلوانان خود را کم آزادتر احساس میکنند و با پیش رجوع دارند. یک اما یا امر داور که لحظه مته اشاره کرد جمشید لالخانوف مربی ناحیه رودکی با مظفریت های پهلوان سفیدپوش اگر یک بار دیگر دیده دوزیم و مخصوصا در مقابل عمر رسول بسیار یک استعداد فوق العاده نشان داد. حریفان دیگرش هم بودن آن نفرانی که الکی از مرحله اول و دوم شهر و ولایت ها به اینجا را خط گرفتند، اما در مقاومت عمر بسیار هم کارشناسان نظری دیگر داشتند. یعنی بیشتر معمولترین اصولی که میخواهد استفاده کند از سر هر دو آستین داشتن. این عادت دائمی محمد است. اکثر غلبه هایش توسط استفاده همین اصول به دست می آیند و الان ببینید که این کار را هم زود به انجام می رساند. سیفالدین زاده یک مکتب قوی را آهسته به تدریج پشت سر کرد، اما هستند آن جزئیات هایی که برای رونق یا تکمیل مهارتش باعث شود. این را البته باز کم تجربه گشت. داور با این گفته ها تقویت بخشید، به پهلوان سعودی شیدا داد. اگر به جوانیش توجه کنیم محمد هم جوان است. امروز میبینیم که
جوانان قوی اراده، چهره‌های نو. آی آی لحظه خیلی هم مساعد برای دریافت امتیاز اول بود. اما فرصتی راست بودن این کار سیفالدین زاده خاتمه میداد، به نفع کار بود. اما بعد حرکتی دویومشان که اشتباه کارانه عمل کرد. اما این لحظه وزاری این اکنون محمد رو وادار ساخت در این سمت باز هم دریافتی راههای مشخص را جستجو کند و این کار را انجام داده توانست. وضعیت در دقیقه آخرین باز هم برای سیفالدین زاده مرکب‌تر می شود، چون که محمد این فرصت را یافت اما این نوبت گرفته نشد. جریان حالت نگاهداشت به تخت پشت اینجا صورت نگیرد، طوری که خود داور هم این را اشاره دارد. با عزت خدایوف احساسات زیادتر است، اما باز هم اندیشه دارد از روند تکاپو و تلاش‌های بیشتر شاگردش. در خصوصی که محمد خواه ناخواه همان مقبول دلش را انجام میدهد، همین اصول سر کتف است. چند طریق میتواند از گریبان سر آستین، میتواند که از هر دو آستین گیرد و حتی در برابر حرکت دویمش هم میتواند روند مبارزه را کاملا دیگر سازد. حرکت این چهره بود، جای فکر میکنم شبهه نیست. جمشید لالخانوف نیاز دارد به نوارهای تکراری. در آخرین فرصت یک اشاره خود پهلوانه که حرکتی در زمین بوده چون نشان داد که مجازات میگردد. وقت انجام یافت. سیفالدین زاده با یک اشتباه صادر کردهش ناکام شد. با محمد عبدالجلیلوف در وزن تا 81 کیلو برنده مدال طلای چمپیونات تاجیکستان شد. آفرین. فیاض هم در زمان میدانداری و هنرنماییش همین اصول خاصی فیاض بود و امروز هم محمد خیلی از متانت و فروتنی مربیش افتخار میکنه و در این روند ظفر یافت و اکنون به هیئت منتخب جودوی کشور شامل شد. چگونه؟ انا همین پرتاب تقدیری رقابت مرحله نهایی را حل و فصل کرد. جوانی آینده دار است. حرکت‌هایش رسول باقیوف یک تن چهره معروف و معتبر جودوی کشور، عبدالفیاض خلی عبدالجلیلوف، چون در خصوص همون اصول بیشتری عبدالفیاض هم سخن گفتیم. امروز هم محمد این رو تقویت داد، ظفر یافت، غلبه به دست آورد و بسیار هم کامرانشاه یوستوپیریان ایلچنینوف، یک مربی ورزیده فدراسیون روسیه، این چهره های نمایان جودو رو هم ما دیده ایستادیم که تعداد مخلصان، سابقه داران و آن افرادی که بیشتر محبت به جودو دارن امروز هم در کنار نمانده و در چمپیونات مملکت همه رقابت ها رو تماشا کردن. بسیاری آنها توسط دو شبکه تلویزیونی و آن نفرانی که امروز شاهدی این زورآزمایی ها بودند خیلی هم از مهارت و متانت پهلوانان حلاوت بردند. بانوان هم در روند آمادگیشان در برابر مردان هم علاقه صفشان در جودوی کشور بیشتر می شوند. جانانه نظر و
گلدختر کلابشهر با لباس‌های ورزشی سفید به میدان می‌آید. جانانه واقعا هم در مسابقه بین المللی گوشتینگیری سال 2022 با یک ورزشگر اوکراینی دست بالا شد که این هم صحیفه جالبی تاریخ است و بعدا جای سوم را اشغال کرد. خیلی خوب قبلا به فوتبال ربط داشت و تمرین های فوتبال رو هم زیادتر انجام داده است. مولوده آدینه برای یک لحظه منظور کردن این چهره را که در تالار ورزشی کانی گورد تمرین میکند. مربیانش زیادند، من فکر میکنم هم رستم و هم جهانگیر و محمد شریف سلیمان و چند مربی دیگری که مرتضی ناصرов در این تالار ورزشی تمرین میدهند و مولوده آدینه و افرادی که آهسته آهسته برای تکمیل دادن مهارتش البته چون زمینه فراهم کردن این چهره هم الکی محبوبیت خاصه دارد در میان همتایان، نه تنها در حدود تاجیکستان و بیرون از کشور هم الکی در مسابقات گران پری شرکت ورزیده بود. توجه به لباس ها و حالتی که ما با هر یک عمل، حرکت، نظر، کوشش و در مجموع اینجا هم باید با همون نظام مشخص با کاری معینی که تقاضای همون آیین‌نامه یا نظامنامه مسابقات است طلب همین است، باید با سر لباس درست‌تر و مشخص‌تر اعتبار دهند. این چمپیونات زمینه فردای هیئت منتخب تاجیکستان را در جودو معین می‌سازد و در برابر مردم بانوان هم الکی تعدادشان باید بیشتر گردند و آنها هم در وزن‌های مختلف برای معرفی تاجیکستان بیشتر کمر همت بندند و کار در این زمینه جانانه شود، چون که معرفی تاجیکستانی عزیز در عرصه بین المللی نه تنها از هیئت منتخب مردان بلکه از بانوان هم وابستگی دارد. باز هم در مسابقاتی که طبق طلبات هیئت مکمل بانوان باید سفر برگردد و جانانه خیلی هم جرأت کرد و مولوده اشتباه نمود. از خطاگی مولوده زود استفاده کرد و او را باز هم زیر فشار قرار داد. دست را ببینید چگونه حالتی را که برای تسلیم کردن مولوده امکان پذیر است. یک دو، مولوده جایش را هرچی دور گشتنش لازم است. اگر خواهد که از این حالت، از این ورطه زودتر رها یابد، ایستادگی کردن به نفع کار نیست. به هر نوع خود را رهانید اما وزری را از دست داد در دقیقه اول. جانانه فوتبال باز امروز واقعا هم یک گشتینگیر نامور در جودو و گشتین سنتی شد. باز هم حرکت جانانه این مراتب هم چه حالتی به عمل آمد، رفتی کار برعکس شد. حرکت جانانه را هم اینجا مولوده خیلی سر وقت خوب پیخست نمود، مشاهده کارانه. این حالتی که فکر میکنم من یک بار دیگر ببینیم از نوار تکراری که جانانه کوشش کرد اما حرکت آخرین رو مولوده سامان داد. ترتیبی مشخص چنین است. بله این وزری است. من فکر میکنم حرکت مولوده در این لحظه ها کاملا ببینید انا همین ترتیبی درست، طوری که این حالت چند دفعه این دیروز هم میان مردان رخ داده بود. کاملا وزری احساس می شود. سهراب بازاروف، بله وزری، نتیجه برابر شد. سهراب بازاروف با تصدیق این اشارهش با نتیجه باز هم برابری رو ما اینجا مشاهده میکنیم. یک بار دیگر همین عملکرد رو هم مولوده
سامان داد، اما اینجا پای رو داشتن. چرا داور این لحظه رو چون در مورد حساس بود احساس کرد یا مشاهده کرد یا نه. کمربند رو درست کنید. اشاره داور به همین خاطر است. مولوده از عملی انجام داده است که وزر گرفت، خوشحال شد، باز همان کار رو دیگر باره تکرار کرد. اما این دفعه جانانه خیلی خوب آماده بود، عکس عمل و خود را دفاع نمود. باز همین حالت. اکنون مولوده راهی دیگر ندارد. یک و ای 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 وزری نهایت وزری پاک کار انجام یافت. عبداللایف مربی جانانه در این لحظه ها که بیشتر یک گل دختر را در دوام 2 سال تربیه کرد و او را هم به سطح جمهوریوی کسبیتش را همه جانب آماده نمود. جانانه نظر و در این رقابت خیلی جهد و جدل و تلاشش خوب به نظر رسید و برنده مدال طلا در چمپیونات مملکت میان بانوان گردید و حق شرکت در مسابقه های بیرون از تاجیکستان را پیدا کرد. مراسم جایزه سپاری غالبان وزن تا 81 کیلو صورت میگیرد. بسیار هم مایه افتخار است که امروزها با ابتکار حکومت جمهوری تاجیکستان، خصوصا سرور معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان، ورزش های سنتی هم رشد و رونق می‌یابند. بلخصوص جودو هم در ردیف گشتنگیری نفوذ علاهیده خود را دارد در تاجیکستان. عمر رسول و همراز رجبوف برندگان مدال های برنجی وزن تا 81 کیلو به حساب می‌روند. در مراسم جایزه سپاری وزن 81 کیلو و خصوصا به غالبان پرزیدنت فدراسیون جودوی تاجیکستان محترم اسماعیل محمد زایر مدال های افتخاری مقام سیوم را حالا به 2 نفر پهلوان موفق تقدیم کردند. سیفالدین زاده سیفالدین، چهره که رشد کرد از ولایت سوخت است تا مرحله نهایی راه یافت، برنده مدال نقره چمپیونات این ساله جودوی کشور گردید. محمد جان عبدالجلیلوف، ورزشگر امیدبخش تاجیکستان، به مقام اول مدال طلا دست یافت و به هیئت منتخب جودوی کشور سربلندانه شامل گردید. مهمان فخری چمپیونات تاجیکستان، برنده مدال برنجی بازی های المپی پکین 2008 رسول باقیف، چهره معتبر، فردی شناخته جودوی میهن، به غالبان هم گلدسته ها را تقدیم میکنند. دیپلم و گلدسته ها و همچنین مکافات پولی به همه ورزشگران
از جانب فدراسیون جودوی تاجیکستان سرفراز گردانیده می شود که این هم واسطه هوسمندگردانی، هم جهت رشد و رونق و تکمیل دادن هم تمرین و هم آمادگی پهلوانان در نیم بعد زمینه می گذارد. چگونه پهلوانی در سفره ظفر قرار داشته پیروز شد، این لحظه توجه میکنیم به همین پرتافتی که وزیر بهاگذاری گردید محمد عبدالجلیلوف و سیفالدین زاده سیفالدین جای دوم را گرفت. فرصت نشاط و خرسندی لحظه منظور کرده شد و عکس خاطره‌ای با پرزیدنت فدراسیون جودوی تاجیکستان جایزه داری مدال برنجی بازی های المپی و غالبان وزن تا 81 کیلوگرم جریان گرفت. بسا رمزی است که این چهره ها از مد نظر هرگز دور نمیمانند و اکنون به سمت تکمیل مهارت و آمادگی و سفربری آنها جهت معرفی وطن محبوب ما در عرصه جهانی باز هم توجه و کارهای سری وقتی سامان داده می شود. به وزن 90 کیلو اکنون که مرحله نهاییش باقی مانده است توجه میکنیم. اوستاپیروف قناعتمند است فکر میکنم در مقاومت محمد. بله، از قیافش عیان است که امروز شاگردانش همراز رجبوف و سیفالدین زاده سیفالدین و یک تن از گران وزنهای دیگر هم جای سوم را اشغال کردند. در وزن تا 90 کیلو حالا پهلوانان موفق را ما بعد چند لحظه به میدان دعوت می سازیم. در این وزن هم 32 نفر مدعی نیروسنجی کردند و حق نظر نظرف و امید جان رجبوف از دسته دوشنبه، حق نظر از شهر حصار به مرحله نهایی چمپیونات امساله مملکت را خط گرفتند تا فرصتی که جمشید خلیلوف داور درجه جمهوریوی به میدان آید و رفتی سبقت را داور جوان مربی باشگاه ورزشی پرویز صابیروف نظارت خواهد کرد. نظر اگر امروز ظفر یابد سال چهارم می شود که پی در پی عنوان چمپیون تاجیکستان را این جوانی با تمکین و قشنگی حصار شهر ساری میگردد. اما این چهره را راستی باری اول میبینیم. اعظم رسولوف مربی که حالا توصیهش خیلی تا این مدت ثمر آورد و این رقابت هم خیلی پرشدت‌تر صورت خواهد گرفت. و در خصوص مهارت امید جان رجبوف چندان معلوماتی بیشتر نیست، اما اشتراکش این چهره که خود تا به این مرحله راه یافت دیگر باره ثابت می سازد که الکی در رفت این قوه آزمایی ها از دیگران مهارتش افضلی داشت و این رو هم موصوف اثبات نمود. حرکت حق نظر تنها به خاطر استفاده حلوک داخلی است. حق نظر هم به مانند محمد عبدالجلیلوف اکثر پیروزی هایش توسط استفاده همین اصول هم و در رقابت نیمه نهایی هم حق نظر نظروف در سبقت 4-1 نهایی هم در مقابل اکمل مرادوف و در مبارزه با محمد شریف اسمتوف هم انا همین تدبیر سری وقتی کاری خود را راه اندازی میکند و خلاصش هم نتیجه بخش است برای حق نظر و چالاکی و
متانت خیلی قوی دارد. مهمش آن است که گوشتینش دلگیر کننده نیست برای مخلصان. چی در میدان‌های گوشتین سنتی که بسیار علاقمندان زیاد دارد به مانند رسول و نبی محمد خورکشف. انا حق نظر در روند تلاش یک کوشش بهتری خود را هم خواست نشان دهد، اما امید جان اینجا هم خیلی خوب دفاع کرد. اعظم رسولوف سمت و نقشه های دیگر هم دارد برای عملی کردنش، حالا فرصت هست. امید جان در واقعی نیمه نهایی شاگرد دیگر اعظم رسولوف را مغلوب کرد، عمر را، و شهادت این گفته ها چون در وزن 81 کیلو بود عمر و اینجا هم رسولوف نسب مانند این نفری که از شهر دوشنبه است و از دسته شهر و ناحیه های تابع مرکز الان در این وزن چهره های نمایانی که به سبقت 4 نهایی راه یابند موجود نیستند. معذرت. و حالا اکنون از ادامه از رفتی نیروسنجی هر دو پهلوان که 2 دقیقه سپری گردید، اکنون نظر مشخصی حق نظر لازم است. این هم بحث برانگیز است. این هم فکر میکنم که داور را مجبور میسازد که به نوارهای تکراری توجه کند. نه رفتی قوازمایی البته در خاتمه با فرصت داریم که این نظرات دیگر باره ببینیم. نظارتی باز هم کمیسیای مخصوص برای هر یک حرکت و عمل اینجا هم جدی است. این رقم، این ترتیبی مشخصه که در باره همین اصول خوف و خطر زیاد داشته برای رقیبانی حق نظر در ابتدا هم اطلاع دادیم. با سرعت اجرا کرد، سبب موفقیتش همین بود. پشتناکی هوا دادن خاصی ملکه حق نظر نیست. براستی چند دفعه که توکل کرد کامگاریش را در استفاده این اصول ما ندیده ایم. هر یک پهلوان به خود باز همان یک اصولی دوست داشته و یک باز هم هیجان و انا همین ترتیبی مشخص خیلی سازگار است با مهارت حق نظر. از هر دو طرف چون این حرکت را خوب انجام نمیدهد، یک نیمه را بیشتر اختیار میکند و پهلوانانی هستند که در 2 قسمت چپ و راست یک زل گوشین میگیرند، اما حرکت های حق نظر به سمت چپ بسیار منصوبیتش با اون خاطر است که الکی عادتی همان همیشگیش از خوردی همین، چون در مصاحبه های بیشتر هم اعظم رسولوف این گفته ها را تقویت داده بود. دقیقه آخرین از امید سر و صدای نیست برای برابر کردن نتیجه نیروسنجی. پهلوان خیلی جرأت کرد، بهترین ها را دچار شکست نمود در این وزن، در وزن تا 90 کیلو به این مرحله آمد. حق نظر 3 غلبه که دارد در چمپیونات های تاجیکستان در رشته جودو وزنش دیگر بود، وزن تا 81 کیلو. امسال اکنون در وزن تا 90 کیلو میدان داری میکند، وزنی که اینجا هم کامرانشاه یوسفپیریان جهانگیر مجیدوف 2 تن بسیار هم برقاسا حرکت کردنش انا به خاطر همین یک اصول است. انا همین ترتیب نتوانست فهمید که سمت چپی رقیب کمی ضعیفتر است، نیمه چپ را اختیار کرد، اما باز هم شیدو تهدیدش میکند. یک شیدو دارد. بله وقت انجام یافت. حق نظر باری 4م به انگشتانش اشاره میکند که باری 4م به دریافت
مقام اول در چمپیونات تاجیکستان شرفیاب شد. پهلوان شهریار سزاوارانه عنوان چمپیونی را مال خود کرد. ارزنده به سفره ظفر میبراید و در حقیقت هم امروز همان مکتبی که بیشتر برادران هم سنت الله و هم اعظم محمد شریف علیوف چهرهایی که این پهلوان را تربیه کردند آماده نمودند، بسیار هم ثمره دلخواه به بار آورد. برای جایزه سپاری ورزشکاران گردآفریدان ما در وزن 63 کیلو پیشواز گرفت با تقدیم حرمت همان با کمال احترام است پرزیدنت فدراسیون جودوی تاجیکستان محترم اسماعیل محمد زایر. مراسم جایزه سپاری بانوان گردآفریده‌های تاجیک صورت می‌گیرد. زینه سیوم افتخاری را و مدال مکافات پولی دیپلم تقدیم می‌دارم. پرزیدنت فدراسیون جودوی تاجیکستان اسماعیل محمد زایر. جای دوم به مولود آدینه و نصیب گردید. بسیار اظهار تأسف می‌خورد، اشتباه کرد در منبر افتخاری. البته یک لحظه که بود از دست رفت و جانانه نظر و ورزشگر بانوی شهر کولوب با دریافت مقام اول 15,000 سومانی دیپلم سرفراز گردانیده شد. همچنین دیپلم و جایزه ها را نایب پرزیدنت فدراسیون جودوی تاجیکستان ارگش محمد بیک به گل دختران تقدیم می نماید و تعدادی مشق ورزان از این هم بیشتر و زیادتر می گردد. قدرشناسی با مکافات های ارزنده، چون در علاوه در ابتدا هم گفتیم که با فردای کاری بانوان و همچنین تکمیل مهارتشان با زمینه می گذارد و یک جهتی هوسمندگردانی این چهره ها باز هم فراهم می گردد. احسن و آفرین به گل دخترانی که امروز در سفره ظفر بودند و کامیاب شدند و اکنون در منبعده به شرافت غلبهشان امیدواریم که پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در عرصه جهان پرافشان خواهد شد. این فشرده نیروسنجی مرحله نهایی بود که یک لحظه هم ما تماشا کردیم. در ابتدا جانانه، بعدا مولوده و سپس باز جانانه پاسخ نتیجه برابر را اینجا هم برگردانید و با افضلی بیشتر کامیاب گردید و برنده مدال طلا شد.
پهلوانان موفق وزن تا 100 کیلو اسرائیل رحیموف از ناحیه خراسان، علی مردانوف سعید جمال از ناحیه تیمور ملیک. و اصلا در رفت میدانداری و هنرنماییشان در چند مرحله که دیدیم هر دو هم متانت والا نشان دادن، هر دو هم سزاوارانه به این دور راه یافتند. گشتینگیریشان فرقیت بیشتر داشت، یعنی با امتیازها مشرف شدند و برخی از ورزشگرانی که با سلسله شده ها کامیاب میگردند جهت تفاوت اینجا هم موجود است. شاهدزاده جمعه‌بای از شهر ترسونزاده داور درجه جمهوریوی این مرحله را حکمی خواهد کرد. رحیموف اسرائیل. پهلوان سفیدپوش اولین شده به میدان می آید و سعید جمال علی مردانوف با لباس‌های ورزشی کبود. انا همین چهره خیلی نمایانی که بیش از 1.5 سال توقف داشت، آسیب جدی دیده بود در گوشتین و باز دیگر باره تمرین کرد و به میدان نبردها برگشت. هر دو شاگردان ریسقیدین رجبوفند. میدان از دلیر. براستی یکدیگر را خیلی خوب میدانند. چه طرزی که اگر ما اینجا هم وصف کنیم و بیان سازیم، اینها یک جا بیشتر و زیادتر توجه به آموزش جودو با راهبری خیلی هم حالت مناسب، فرصت خوبی امتیازستانی را علی مردانوف به کار برد. دیگر باره هم وقتی در سبقت 4-1 نهایی بود اگر اشتباه نکنم، چگونه اسرائیل رحیموف رو در حالت به تخته پوش نگاه داشتن یک نفری نچندان صاحب تجربه داشت، حتی 10-12 ثانیه هم پشت سر شد، با مشکلی رها یافت و راه را بعداً خوب طی کرد و به مرحله نهایی آمد. یک چهره دیگر نوریدینوف که در مرحله نیمه نهایی با اسرائیل هنرنمایی کرد، این هم فردوس نسیموف و باز چند تن پهلوانان دیگر رو هم مغلوب کرد. هستند آن نفرانی که توسط آینه نیلگون تماشابینان هنرشان رو ندیدن و بار اول هم به میدان اومدن، خیلی خوب هنرنمایی کردن. گوشتینگیریشان سستر است. داور تقاضا میکند که صورت افزایی لازم است، به هر دو برگه زرد را اشاره کرد و اکنون خلاصه گیری از جانب هر دو پهلوان. علی مردان با سعید جلال و با خورشید مجید و با فردوس نسیموف و با کامرانشاه اوستاپیریان و چندین چهره های نمایان هنر و متانت والا هم نشان داده بود. بیش از 1 سال توقف آسیب این پهلوان چون بعدم برقرار شد به میدان برگشت، اکنون فعالتر شد اندک. امروز 3 پهلوان تیمور ملیک در مرحله نهایی قرار دارند. الکی محمد عبدالجلیل زاده و سعید جمال علی مردانوف و منصور رحمان. در خصوص تکمیل دادن مهارت و سلاله پهلوانی چون اشاره کردیم، از نسل به نسل باقی ماندن از در میدان امروزه بر اعلا مشاهده گردید. حالا علی مردانوف جرأت میکند، وضعیت اسرائیل رحیموف چندان خوب نیست.
الکای دوشیدو دارد. کار در این سمت، کار در این سمت. بله، علی مردانوف که دوشیدو داشت، این صاحب یک شیدو و اکنون باز هم از جهت حمله ها دو دفعه سعید جمال پیشتر حران خود را خوبتر نشان داد و داور را هم مجبور ساخت که به پسیوی رقیبش اعتبار دهد و مجازات گردید. پرتاب خیلی مشکل است. همون دقیقه اول خیلی مساعدت کننده بود، چون گفتیم در خصوصی که اینها هر روزهای سه شنبه و جمعه در سبقت های انفرادی سنجشی رزق‌الدین رجبوف یک جا هستند. از این نقطه نظر خیلی مشکل است. یک باره حرکت رو به طرز دیگر اشاره کرد. انا این طرزی کاملا ناروشن. علی مردانوف در ادامه این رقابت زود تسلیم شد، زود نه در دقیقه آخرین. اصولی که باز هم در پارتر استفاده گردید بوغی کردن به علی مردانوف. هر دو برادران دوستان تحت رهبری رزق‌الدین رجبوف مشورتی میکنند و اسرائیل رحیموف پهلوان سفیدپوش از ناحیه خراسان و سالیان دراز در شهر دوشنبه اقامت میکند. تمرینش هم در همین پایتخت وطن محبوبمون جریان میگیرد و مراد دلش حاصل شد. چندین سال تلاش کرد به این مرتبه، به این مقام میان جوانان دست یافته بود، اما میان بزرگسالان فقط جایزه دار میشد. مقام سیوم امروز هم از این موقع جایش را کاملا تغییر داد. مراسم جایزه سپاری غالبان وزن تا 90 کیلو صورت میگیرد. با غالبان تحفه ها را پرزیدنت فدراسیون جودوی تاجیکستان محترم اسماعیل محمد زایر و پرزیدنت فدراسیون گشتین ترزیازاد و رومی یونانی جمشید مشرفزاده تقدیم می نمایند. به مقام سیوم کرامت الله حکیموف و اشتراکی بازی های المپی اکمل مرادوف شرف یاب گردید. زینه دوم را هم در این رقابت چون خیلی هم رجبوف امیدجان تلاش کرد به دست آورد و عنوان چمپیون تاجیکستان را در وزن تا 90 کیلو حق نظروف نصیب گردید. همچنین والیبال باز هم با دیپلم و گلدسته ها تقدیم کرده می شود. مکافات های پولی هم در روند آمادگی آنها برای هوسمند گردانی اینها هم یک زمینه دیگر است. از این بعد مسئولیت برای آمادگی منتخب در مسابقات اولین
گران پری که در همین تالار بر هوا از 4 تا 6 ایون سال روان برگزار می‌گردد و فشرده نیروسنجی مرحله نهایی وزن 90 کیلو را یک لحظه دیگر هم منظور شما کردیم و فرصت عکس برداری فرا رسید. این چهره های نمایان هم افتخارمندانه به هیئت منتخب تاجیکستان در کشتین جودو شامل می شوند و امروز هم زحمت و تلاش آنها خیلی هم ثمرآور و نتیجه بخش بود. احسن و آفرین. در سفره ظفر چهارگانه موفق باقی ماندند. یک بار دیگر هم توسط نوشته جد بهترین ها را شما باز به این چهره ها آشنا گردیدید و اکنون وزن آخرین وزنی که با همین چمپیونات امساله مملکت انجام می‌یابد. درجه جمهوریوی عبدالرحیمов امید عبدالرحیمов مربی کشتین جودوی شهر کولاب داوری درجه جمهوریوی این مرحله را حکمی میکند. ابراهیم المرادوف، رحمان منصور، هر دو پهلوان در مرحله نهایی وزن جمعی 100 کیلو قرار دارند. کارگردان هم پیدا کرد قبلگاه منصور رحمانوف را و امروز هم در روند امان سلسله عنعنه های سنتی، احیای ورزش های سنتی واقعا هم در تمام منطقه های تاجیکستان و مخصوصا در ناحیه تیمورملی که امروز 3 نفر دست پرور مکتب ورزشی این ناحیه در مرحله نهایی قرار داشتند. یکی عبدالجلیل زاده که موفق شد، دوم علی مردانوف که در مرحله نهایی ناکام گردید و منصور رحمان هم سرچشمه موفقیت هایش از همین ناحیه منشأ میگیرد. اکنون بسیار لحظه مناسب بود، پرتاب اندک سوستر براه مانده شد. پشتناکی هوا دادن حرکتی که اکنون در رقابت اکثر پهلوانان ما برخی که موفق شدن از صورت افزاییشان در استفاده این اصول، اما اکثر دیگرشون هم این کار را منظور کردن، نشان دادن. المراد دوست ابراهیم با راهبری رزق‌الدین رجبوف مشق را ادامه می‌دهد. جایزه‌دار مقام دوم در قهرمانی آسیا از سال سپری گردیده در سمبو هم نتیجه های بهتر دارد. با پهلوان ازبکستانی چون نیروسنجی در مرحله نهایی که توسط تلویزیون ورزش مستقیما انعکاس گردید، بسیار هم عذاب و مشقت زیاد کشید، حتی آسیب هم دید در جریان نیروسنجی مرحله نهایی از پهلوان ازبکستانی که از خاطرها زدوده نمی شود. منصور رحمان مدال برنجی قهرمانی آسیا را دارد در میان نورسان، در میان جوانان. تا کنون با آن موقع و مقامی که میخواهد نایل نگردید از حرکتش
انجامش باز هم به نتیجه. دو کوشش منصور رحمان توسط همان پرتافت پشناکی بود که کارش چندان آمد نکرد. با این چهره فاروق صابرов تمرین میدهد. حالا ابراهیم المرادov اکنون حرکت اندک بهتر خود را نشان داد. جوانان که جایی که باز هم ما قبلا چهره های اندک بزرگتر را میدیدیم، امروز باز هم جوانانی که سینشان از 21 تا 24 ساله را در بر میگیرد امروز هم در مرحله نهایی آنها قرار داشتند. ابراهیم حرکتش خوب انجام نیافت. دوری جست، نزدیک شد، هراس پیدا کرد، دوری جست، پرتافتش اندک دورتر از سبب نگاه نداشتن فاصله نتیجه بخش انجام نیافت. بسیار مناسب بود. این هم خاص به همان کاری همیشه خودی ابراهیم است. منصور رحمان باز همان حرکت پیشینه را نتوانست. دو سه باره که این کار را خواست انجام دهد، فکر میکنم دیگر سمت را اختیار کند اولاتر است. از آنه که الکی المرادov ابراهیم خود مشخص و احساسش عمیق است که عکس عمل را اینجا هم سر وقت انجام میدهد. دقیقه آخرین، اولین نیروسنجی که تا دقیقه آخرین نه امتیاز است و نه آگاهی. انا این کشمکشی ها چندان مناسب نیستند برای آن مطلبی که منصور رحمان و همچنین ابراهیم المرادov دارند. استفاده عمل از همان داشتن، قپیدن سرچشمه میگیرد. باز هم منصور این کار را دیگر بار سامان داد، اما ابراهیم اینجا میخواهد با حالت نگاه داشتن حریف. نه، این لحظه خوب و موافق هم نبود برای این کار. 16 ثانیه دیگر. منصور راستی کار را بهتر شروع کرد. یک لحظه ای که باز هم ببینید نادرست طرز استفاده اصولی بوقی کردن. شیدو و پهلوان سفیدپوش ابراهیم المرادov. این هم زاده خراسان است. المرادov اسرائیل رحیمov، فیروز ملیبای زاده، امام علی نورعلی و یک تن پهلوان وزن تا 73 کیلو که در مرحله نهایی بود منصور احمد. اینها همه از یک تالار کوچک خراسانند و بسیار باعث افتخار است راستی از یک دهات، از یک ناحیه تعداد اشتراکچیان مرحله نهایی زیاد می‌گردد. افتخار است. ناحیه تیمورملک و خراسان اکثر اشتراکچیان مرحله نهایی دست پروران مکتب ورزشی همین دو ناحیه اند. 3 نفرشان از تیمورملک، 2 نفر دیگر در مرحله نهایی از ناحیه خراسان.
رقابت ادامه می‌یابد. در وقت اضافه برای امتیاز طلایی هر دو مبارزه میبرند. منصور رحمان کمربند را کن، باز همان کاری نه، پیشینه‌اش هم آمد نکرد که نکرد. اکنون با جزئیات دیگر اعتبار دهد اولاتر و افضلتر است. ابراهیم نمیگذارد که منصور رحمان آن ترتیب مشخصی کار خود را عملی سازد. البته این بر اعلی معلوم است. کار را در زمینه دیگر با این قدر فاصله دور باز ابراهیم میخواهد که از استفاده حلوک بیرونه ثمر آورد، نتیجه گیری کند. برای نزدیکتر شدن لازم. اگر کمربند را دارد جفت نزدیک می شود، کار خود را رها کرد. نهایت منصور رحمان کار را در همین زمینه سامان داد و ضربه ها گذاری شد که این امتیاز طلایی است. خان ناخوان همان اصول دوست داشته. باز نیرو سنجی و جریان قوازمایی مرحله نهایی خیلی پرشدت بود. منصور را تاکید کردند، ثانیه سنجش اشاره کرد که در هر حالت به همان اصول توجه نکن، کار را بیشتر برد و بعدا در نهایت اگر فرصت فراهم شود لحظه را دریافت. نهایتا هم در همین زمینه ثمر و نتیجه گیری کارش خیلی خوب و عالی و بهتر به مشاهده رسید و با دریافت مقام اول شرفیاب شد منصور رحمان. ابراهیم المرادوف که خیلی جوان جسور است جای دوم را اشغال کرد. بعد چند لحظه مراسم جایزه سپاری غالبان وزن جمعی 100 کیلو صورت خواهد گرفت. 100 کیلوگرم بین مردان جریان مسابقات امروزه بر راستی خیلی شکوه و نصرت و جلال و شهامت خاصه داشت. تنتنه عید بود، عید جودو. نصیب نوریدینوف بوریس رحیموف اولوغبک رحیموف و نوریدینوف بوریس در وزن خش به دریافت زینه سیوم شرفیاب گردیدند. مکافات ها را جایزه های ارزنده را پرزیدنت فدراسیون جودوی جمهوری تاجیکستان محترم اسماعیل محمد ظاهر تقدیم می نمایند و به مقام دوم علی مردانوف سعید جمال شرفیاب گردید. غالبان وزنی تا 100 کیلو رو معرفی داریم. در سفره ظفر اسرائیل رحیموف قرار دارد. پهلوان ناماشنا در این مبارزه هم خیلی هم جرأت کرد و یگانه آدمی که در مرحله نهایی چمپیونات امساله حریف را با اصول بوقی کردن شکست داد همین چهره بود. چگونه؟ بیاید یک لحظه توجه میکنیم. حتی از راست این کار را شروع کرد و بعد به زمین افتیدن الکی تقدیر سبقت را حل و فصل کرد. سزاوارانه
این نتیجه را مال خود کرد. نماینده فدراسیون جودوی منطقه رشت شرف باباجانوف با غالبان دیپلم و گلدسته ها را تقدیم کردند. مراسم جایزه سپاری ورزشکاران غالب وزنی تا 100 کیلو صورت گرفت و اکنون این چهره ها هم به فهرست بهترین ها و نمونه پهلوانان معروف همین وزن تاجیکستان در تاجیکستان معرفی می‌گردند. برایشان ظفر و بخت و برار تمنا داریم. این چهره هایی که دیگر بار معرفی شدند و واقعا با سطح و صفت و طرز برگزاری چمپیونات و شهامت این مسابقات توجه کنیم، می‌سازد افتخارمندانه گفت که در این بعد باز هم ورزش میهن جودوی کشور گوشتین در تاجیکستان رشد دیگر باره پیدا می‌سازد که همه این از غمخوری‌های روزافزون سرور معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان منشأ می‌گیرند و مخصوصاً آبادکاری و بنیادکاری های همیشگی و شبانه روزی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی که چنین مجموعه و انشاءات باشکوه ورزشی بنیاد می‌گردند و تعداد مشورزان و پهلوانان معروف هم بیشتر و زیادتر می‌شوند. تنها یک وزن دیگر برای سپاریدن جایزه های افتخاری به سفره ظفر دعوت می‌گردند و با همین چمپیونات امساله جمهوری تاجیکستان در رشته گوشین جودو میان بزرگسالان به انجام می‌رسد. کارشناسان متخصصان ورزیده هم الکی در این زمینه خلاصه مشخص خود را دارند و در مورد پهلوانان نامور و چند تن از چهره‌هایی که معرفی کردیم که دانشجویان دانشکده تربیت جسمانی تاجیکستان دست پروران دو ناحیه و شهر دوشنبه امروز در مرحله های حساسی نهایی قرار داشتند. ناحیه تیمورملک، خراسان و شهر دوشنبه و این همین به هم آمدن توجه به مشق بیشتر و با کسبیت و با استعداد ورزشگران واقعا هم بر رنگینی سبقت‌های هر یک دوره چمپیونات زمینه گذاشت. می‌سازد که افتخارمندانه از این چهره‌ها هم باز یادآور شویم، آنها را به سفره ظفر دعوت سازیم و در باب فتوت و نیرومندی این چهره‌ها باز قصه کنیم. بشیر فخرالدین به دریافت زینه سیوم مشرف گردید و آدینایف محمد بله این چهره هم صاحب زینه سیوم افتخاری گردید. پرزیدنت فدراسیون جودوی تاجیکستان محترم اسماعیل محمد زایر به غالبان مدال مکافات‌های پولی را تقدیم می‌نمایند. یادآور می‌شویم که با جایزه‌داران مدال برنجی 5000 سومانی تقدیم کرده می‌شود. این بسیار هم شرف و احترام بزرگ برای متانت و هنرنمایی ورزشگران است. و ابراهیم المرادوف با دریافت جای دوم شرف یافت گردید و همچنین صاحب 10000 سومانی گردید. منصور رحمان پهلوانی که وصفش کردیم از ناحیه تیمورملک است، دانشجوی دانشکده تربیت جسمانی جمهوری تاجیکستان، پهلوان ناموری که امروز خیلی متانت نشان داد و خیلی هم به عرش اعلا رشد جودوی نه تنها ناحیه و بلکه جمهوری را هم خواهد برد و پدرش هم در حقیقت تمرین و بیشتر توجه و دستگیری و همان سلاله اجدادی برایش زمینه گذاشت که امروز این چهره روند مبارزه را تیزاند و در مرحله نهایی ظفر یابد و در سفره افتخاری اینجا هم حضور همه زحمت‌های خود را دیگر باره ببیند. پرتافت نهایی منصور رحمان نتیجه دلخواه به بار آورد و این چهره شرفیاب شد و حالا در سفره ظفر است.
احسنش میگیم. داور درجه المپی رمزی شمیرو با این چهره ها همچنین دیپلم و گلدسته ها را تقدیم کردند. دوستان عزیز، با همین سبقت ها، مراسم جایزه سپاری و تنتنه عید گشتین جودو که طی 2 روز در این مجموعه با شکوه پایتخت کشورمان جریان داشت به انجام میرسد. باوری داریم که از این چهره ها ما نتیجه های شایسته و کامیابی های پی در پی را در عرصه جهانی امیدوار شدنمان ممکن است، چون که امروز با زحمت و مهنت بیشتر آنها این گفته ها را ثابت کردند. با همین دوستان عزیز گزارش ما هم به انجام میرسد. امیدواری فردای پیروزی جودوی کشور را داریم. به شما سعادتمندی و کامگاری را همواره تمنا داریم. پیروز و سربلند باشید.